فقط مبادا شما پیشتر جنت راه ما را فراموش نکنید. خداوند اگر ما خدا مناسب بیند هرگز ما کسانی که احسان میکنن فراموش نمیکنیم. از جنت استاده در پیش الله میگیم که بیا بیا بنده خدا که در دنیا خانه ساخته. این خانه گواهی میتید خداوند پیش الله. نه وقتی که خانه خدا میدلم از چشمام اشک جاری میشود، عقلم نمیگیرد که ما در روزای کوتاه دیروز به یک جوان صحبت کردم، با آبی دیده گفتم لا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که انشاءالله صدای ما را میشنوید. حمد به حد مر خدا را که الحمدلله امروز به یک مقصدهایی که انشاءالله خدا خواهد داشتیم که یک مسجد زیبا انشاءالله خدا خواهد برپا شود. چندین نوارها شما مشاهده دارین. الحمدلله همین مقصد خدا خواهد به آخر رسیده شده است. عزیزان من شما شاهد هستین. انشاءالله به یاردم الله سبحانه و تعالی و به یاردم شما مسافران عزیز و خلق عزیز هوشیار زمین انشاءالله این مسجد زیبا الحمدلله 3 سال پیش که یا 5 سال پیش و 10 سال پیش آرزو میکردیم، الحمدلله امروز جامعه عمل پوشید. این هم باشد با کمک شما به یاردم شما. وقتا که لحظه هایی که امروز من خودم حس میکنم دیگران را نمیدونم، وقتی که خانه خدا انشاءالله میدلم از چشمام اشک جاری می شود، عقلم نمیگیرد که ما در روزای کوتاه به یاردم الله و به کمک شما مسافران عزیز و هموطنان خلق عزیز این خانه زیبا برپا شده است. الحمدلله رب العالمین. و خداوند بسیار آرزوام و خداوند جامعه عمل پوشیده است و دعاهای شما و دعاهای مستفیدان و دعاهای خداوند انشاءالله بیماران و مخلصان که دعا دارند البته خداوند انشاءالله اجابت شده است. عزیزان من گفتی شاعر باش میگه پیوسته سخاوت من ای اخی نبود جای سخی دوزخی. عزیزان من بینید جایی که سخاوتمندان البته دوزخ نمیشود. در روی مردی سخا نوری صفاست، در جنت قرینی مصطفی است. گفتی شاعر این سخاوت ما همشون نه انشاءالله الله سبحانه و تعالی کسانی که در اینجا خداوند ذره واریم وعده خدا است و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که اگر مقدار یک ذره واریم انشاءالله خدا خواهد ذره که چنگ واریم در این خانه اگر گردارد کنند انشاءالله مکافات های علی است. گفتی شعری زی مکافات عمل غافل مشو، گندم زی گندم روید و جو زی جو انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر این نازل میگد انفق ينفق علیک، نفقه کن از غیبش الله سبحانه و تعالی همون خزینت همون دولت همون صندوق انشاءالله الله پر کرده میموند. به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل به حد. خدایت اخرز الله گفت ای جان چرا نبخشید در رای حق خیر و احسان. خدا گفته است یک سنته من 700 رسیانده الله هست. این خدا خواهد پولایی که شما در راه خدا کم دارین خدا انشاءالله خدا کاملا پر مضافتا مضاعف میگد و من کسی که میگد خدا خواهد در راه خدا انشاءالله خیر میکند و مضافتا مضافت زیاده بر زیاد انشاءالله خدا خواهد یعنی خزینه های شما الله سبحانه و تعالی پر میکند. عزیزان من خدا خواهد اندک وقتامون بعد 1 ماه و 2 ماه خدا خواهد انشاءالله این دروازه جنت پوشیده می شود. این 8 رکن دارد، خواهی جنت خدا فردوس، خواهی جنت النعیم، خواهی جنت المأوا. یک گوشش نخدا خواهد 1 سوم 1 غشت طلا انشاءالله خدا خواهد در جنت برای شما برقرار. دیروز به یک جوان صحبت کردم، با آبی دیده گفتم لا خانه ساخت ماشین همه انواع چیزا را کردم دیگه آخرت پوستای خالی امروز اکن آخرت ما با توفل این مسجد
انشاءالله پر میکنم. خدا خواهد دوم ما همیشه در خدمت هستیم. خدا خواهد دلگیر نباشین. انشاءالله خدا خواهد روزای نزدیک این مسجد خودی خودش راست میکند و دروازه های سخاوت پوشیده میشد. امروز خدا خواهد تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. عزیزی من بعد فردا خدا خواهد یک پیر میشه این دروازه میدرایی گفتن ممکن خدا خواهد بلکه همین یک سومی من آیت الکرسی نیستگیشتگی باشد، بلکه یک سوی من همین خدا خواهد لمپشکه خوشیش روی باشد، یا که یک سوی من یک دریزه خودت خرسند میشه. انشاءالله خدا خواهد تو میمیری احسانت نمیرد زی تنگی های محشر دست بگیرد. انشاءالله این احسان ها پگه در محشرگاه ما سرسامی اومدیم الله سبحانه و تعالی همون احسان ها را خدا خواهد پیشکش میکنه که بندم ایادت برمونگه در دنیا خدا خواهد انشاءالله برای خانه آباد کردن خانه من بیت الله من یک سوم دادی انین 700 انین خدا خواهد جنت البته میشد. خدا خواهد الله غافل نیست، هر کاری که بنده میکند خدا خواهد انشاءالله همیشه ما بخبریم، لیکن الله عالمی خدای عالم خبردار است. هیچ چیز به خدا پوشیده نیست. خدا خواهد انشاءالله چی آشکارا میکنیم چی خفیتا میکنیم خداوند انشاءالله خدا خواهد آگاه خبردار است. عزیزانی من بینین از این لحظه ها آبی دیده انسان عقل باور نمیکند که ما به این خلق عزیز به یاردم این مسافرها اینن اهل تاجیکستان زمین، اهل ازبکستان زمین، قرقیزستان زمین انشاءالله خدا خواهد که بر ما خدا خواهد یاردم به دریغ یاردم کرد سادیان. البته عقل باور نمیکنه که اندک وقتا این مسجد برپا شد، کمتر دیگر انشاءالله خدا خواهد 30% دیگر کار مومون 30% خدا خواهد اگر اجرا کنیم خدا خواهد ماهای اکتبر انشاءالله خدا خواهد مسجد کشاده میشد. عزیزانی من بین انشاءالله خدا خواهد همه یک تن یک جان باشیم. هم شعاری که خدا خواهد بود همه برای یک کس، همه یک کس برای همه عیناً در یک قشلاق ما یک در چکترین اهل ازبکستان شهر زندگی میکنیم، لیکن امروز این خیلی خانه های زیبا این خیلی خانه خدا برپا شدن عقلم انشاءالله بارنه. برای همین همه شما در تشکری زیاد ما از همه مسلمانانی که روی دنیا هست انشاءالله منت داریم که دستگیری شما پیشرفتی ما شد و دستگیری الله یاردمش کتی این خانه با آخر رسیده شده است. همیشه صحت باشین، همیشه سلامت باشین. الله سبحانه و تعالی همه مسلمانایی که در اینجا حصه گذاردن تکلیف تو میکنیم که یک بار کن مهمانی ما شوید. خدا خواهد انشاءالله ما شما را دوست می‌داریم چون شما دوستدار خدا هستید. کجایی که خدا خواهد باشه در دل ما خدا خواهد همیشه نزدیک است، همیشه ما یک جای هستیم. خدا خواهد انشاءالله این دنیا هم فقط مبادا شما پیشتر جنت راه ما را فراموش نکنید. خدا خواهد اگر ما خدا مناسب بیند هرگز ما کسانی که احسان میکنن فراموش نمیکنیم. از جنت استاده در پیش الله میگیم که بیا بیا بنده خدا که در دنیا خانه ساختادی. این خانه گواهی میتید خدا خواهد پیش الله نه روز قیامت بهترین صورت که تی مسجد می اومده است. عزیزان من اهل آباد کنندگاه اهل مسجد دارن در بالاش گفته در خدا خواهد محشرها دور میزنونده است که مسجد ما هر روز رنگ دیگر میگیرد. برای مسجد خدا گلیمش دو برادر، یکی جسور جان انشاءالله بچه، یکی حاجی، یکی باجان بچه بای مرزا خدا خواهد انشاءالله بگردن گرفتن. انشاءالله خدا خواهد روزای نزدیک انشاءالله خدا خواهد متخصص را تکلیف کردگیم، متخصص می آیند هر دیگلیم هم انشاءالله خدا خواهد پولش پر رشیده ساده. الحمدلله خداوند از هر دین برادر انشاءالله خدا خواهد راضی شدگی باشد. الله سبحانه و تعالی روز قیامت خدا خواهد انشاءالله از گلیم های جنت زیر این برادر خدا خواهد انشاءالله انداخته می شود. الحمدلله امروز نوهمی خدا خواهد آگوست برادر اهل اسلام اند خدا خواهد انشاءالله وقتا موند همه ملکن حرکت کنیم چند کس سخن کنیم سخن کم است. اله خداوند خیر احسان شما را الله به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. آنچه آرزوهایی که داریم خواه دینی است و خواه دنیای الله و فضل و کرم اله برآورده خیر بگردانی. همین مسافرای عزیزی که هر روز در سفر و در سفر هستند انشاءالله خداوند آمدی کاراش نتیه خداوند انشاءالله خداوند یعنی صحت بردی سلامت به یک کیسه های پر و یک باروی های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتن.
الله نصیب بدارد، در کجای باشند در حفظ و پناه الله باشند. همیشه برای هر یک شما تنسیتی، خانه آبادی، در امرات و رزقات و کسب و کارات الله برکت نماید. محبت خودش، محبت حبیبش محمد صلی الله علیه و محبت قرآن و اسلام در قلب های ما جایگیر بگرداند. در دم آخر مردن با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، یا که در همین خانه خودش در سجده جان دادن الله اله نصیب بدارد که این بهترین مکان و به الله نزدیکترین مکان است. همیشه صحت باشین، همیشه سلامت باشین تا انشاءالله صحبت دیگر خدا حافظ میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.